مهمش اینه که مخالف هم داخل آب جوش بندازید و نیاز به آب کش کردن هم نداره. آب جوش رو خالی کنید، روش آب سرد بریزید، اینجوری دیگه ورقه ها به هم نمیچسبن. بریم سراغ چیدمان. کف ظرف فرو سس بشامل میریزیم، ورقه‌های لازانیا رو کنار هم میچینیم و از مواد گوشتی و مجددا سس بشامل مقدار خیلی کم پنیر پیتزا. این مقدار برای چسبندگی بین لایه‌هاست. یکی دیگه از نکته‌های مهم چیدمان لازانیا اینه که لایه‌های بعدی کاملا مخالف لایه قبلی میچینیم، پس نگران خورده ورقه‌های لازانیا نباشید و استفاده کنید. هر لایه به همین شکل تکرار میشه، لایه آخر حتما پرپنیر باشه. دما و زمان تو کپشن واسهتون می‌نویسم. نکته خیلی مهم اینه که وقتی لازانیا رو از پر در آوردید 10 دقیقه اجازه بدید از حرارت بیفته، بعد برش بزنید و مثل من عجله نکنید چون لایه‌ها از هم میپاشید.